ماشین ارزان کردیم. BMW F10 $5000. صنعت $2000. این نرخ‌های هستند که شما اینستاگرام تا ببینید دقت شما را جلب میکنه. بیاین حقیقت هم ببینیم. سلام دوستان، نام ما فضل‌الدین. طول 5 سال میشه که در کاریا کار و فعالیت داریم. از جمله خرید و فروختن ماشین. امروز به خلاصه اومدیم که رفتی کار شما نشون تیم و سکرتری ماشین بیزنس یک جای آشکار میکنیم. اگر خواهید که شما را یگان ماشین بیزنس پروفسیونال فریب کردن نتونه، دامو پادکست کنه، ویدیو را در خودتون روی کنه تا که او را فریب کردن نتونه. در حقیقت ماشین کاریا در ارزانه، لیکن 5-6 هزار دلار در F10 میفروختگی آدم دلش توش به پول کیسهش مون نمیسوزه. در دینیم از دو کپانچ خریدن، اینکس خریدن این تاجیکستان یگان فرق نداره. با کیلوی ایرای دو ریسک کردن ماشین زکات کردن یا ماشین زکات کنه که ای اوپل سال 92 فرق نه. تا اینکه در نزدیک استخوان کواتیره نشوین. این تاوسنامه باشه اوشه در جانی هم مزدگیه. گویا ماشین با کلاسیک کوزوف حرکت میکرده باشه. ما کمپانی دارکور آتو ماشین روان میکنیم هم تاجیکستان و هم روسیه. ما در کار خودمون جواب میگیم. شما پیش از ماشین خریدن ویدیو اسموتری کوزوف، سالن، موتور، خدمات و دیاگنوستیک ماشین خودتون میدونید و شما انیق میبینید که چی خریدین و بدیل پر میخرین. نمره واتساپ میمونیم کدومتون در ماشین دارکور شما مراجعه کنید بدیل پر پروفسیونال اسموتر کدا و شما را ماشین میخواستون روان میکنید. برای از دیگر سکرتری ماشین بیزنس و خبر شدن در کانال ما عضو شوید و برای دستگیری ما ویدیو را لایک مونده و دوستانتون فرستید.